یک سوالی دیگر درباره دعایی که مثلا انسان ناخواسته دعا میکند، یعنی گاه می شود که صمیمانه نمیخواهد دعا کند، دعای بد کند، اما از دهانش بعضی سخنها میبراید، شاید نسبت یک دوستی نزدیکش یا فرزندانش، و این دعاها نیز مستجاب میشوند. پیامبر صلی الله علیه وسلم ما رو از دعای بد کردن در حق خود و در حق اهل و عائله فرزندان منع کردند که این بسیار در زنها دیده میشد که فرزندان خود رو دعای بد میکنند. به هر یک معده و کلان و هر یک کاری نادرستی فرزندای دعای بد میکنند. این نهی اومده است. مثلا لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم، برای در حق خودتون دعای بد نکنید، در حق فرزنداتون دعای بد نکنید که یه ساعتی از ساعتها رو موافقت میکند که اجابت میشد، بعد پشیمان میشه. لیکن الله تعالی در قرآن کریم میگوید که الله تعالی ذات مهربان است که هر دعای بدی شما رو قبول نمیکنه. اگر هر دعای بدی شما رو قبول کنه شما هلاک میشدید. لیکن سخن پیامبر هم به سخن الله تعالی ضد نیست. گفتن که شما دعای بد نکنید که یکی ساعتی میشود که موافقت کند، یک ساعتی در وقت اجابت قبول شود. یعنی همه وقت الله تعالی اجابت نمیکند و اجابت شدنش هم ممکن است. و بنابراین باید انسان از خودداری کند از دعای بد. بعضا حالت‌های می شود که این ناخواسته است، شاید دعا هم نیست، بلکه از شاید که سخت رسیدن به هم دیگر. امروز خودتان میدونید در ما عادت ها شده مونده است، میگن که این نمیموری مگر یگان کار رو نکنی، یا اینکه به همین مانند اینها اجابت نمیشه، برای اینکه این سخنهای پیامبر صلی الله علیه وسلم استفاده میبردن. ثقیلت که امک، یعنی معناش چی است؟ مادرت تو رو گم کند، یعنی تو موری و مادرت به تو ماند. معناش اراده نمیکردن. وقتی که اون سوال غریب تیاد پیامبر صلی الله علیه و سلم ثقیلت که امک، تو موری و مادرت رو گم کند، یعنی معنایش مراد نیست، یعنی فقط در زبان جاری هست و در دل نمیخواهند. یعنی این چیزها اومدگی است، در همه مردم این هست، این اجابت نمیشه.